خاطره ساختم و فکر میکنم آرزوی هر ایرانی باشه که یه بار کنسرت ایوی بره. اینکه شما دورین و ما فقط آرزوشو داریم که برامون ممکن بشه که کنسرتتون بیایم، خیلی برامون حسرته، خیلی یه حسرت خیلی بزرگه بر هم نسلای من. اصلا به ایوی جون قبطه میخورم که این همه دوست داشتنیه، این همه عاشق مردم ایرانه. میتونم بهش بگم خیلی دوستش دارم. به مامانم که گفتم میخوام بیام، مامانم گفت که خیلی خوشحالم که آرزوهای من داره برای بچه‌هام برآورده میشه و گفتم بهش اونجا بلند میگم قلب تو قلب پرنده، پوست تما پوست شیر. قلب تو قلب پرنده، پوست تما پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر. دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی باید باشه، باید برای لمس تنش کسی باید
قفسی قلب تو قلب پرنده پوست تن پوست شیر زندون تن رها کن ای پرنده پر بگیر یک ملاقاتی بود بین بنده و خودم. اون جوانی که دیدید اون زمان 24 سالش بود و میتونم بگم که هنوز یک جوان 75 ساله نیم هستم. اگر که آدم جوان نیست ولی خب دوست داری راجع به جوانی صحبت بکنه. این کار زیبا رو سیاوش عزیزم این ملاقات رو ترتیب داد، ازش سپاسگزارم. مرسی سیاوش جان، قربون شکل ماهت.